الله پیغمبر خدا صفات رو میگه لا تفسد الارض بعد اصلاحها. اینه پیغمبر خدا الله توضیح میگه که شما بعد زمین را ما اصلاح کردن ما ویران نکردیم، فساد نکردیم. صحابه حیران این رسول خدا این باعث است ما روی زمین با اصلاح خواستیم کو ما همه نیک رنج خواستیم کو الله چه میگه ما ویران نکردیم افسوس این چیز با بلکه حاضر جواب است. الله خودگی الله عز کردموندگی اصلاح کردموندگی چیز ما ویران کردن ما صحابه ما وزمن غافلگی چیز حاضر ما ویران کردن به حساب شد. جمعیت مونده چیز توریه نوتوله که مونده به هم آسان شده بود. سال با مثالش بیارون میگریم عادتا یک چیز دیگه ما حیل مونده حیل نسازش فرزن با عیاشی بعد چیزهای حرمتش مادر پدر دیگه انسان ها یاد میتونن مثلا نونا ایزاد کن همه خیل گفت درون نزن و این با خوشیم چه کرده دیگه انسان ها بعضی چیزهای هم بزن میرسانن همون در اول تعلیم رساندگی اصلاحات تو اولا میگوید که همه انسان تکلیف کند خیلی شودم هیچ کی نباشدم پدر و مادرش گفت درو نزد گفتش داری اول کارش کنده حیاتش کنده گفت درو نمیزند نون زیر نکن گفتش داری مرد زیر نکند چون و اول اصلاحات انده و با نیش به هوای چی در مودگی قدر هوای انده یا همون اصلاحات انده مونده اصلاف نکن گفته گیزه در ودرام خود بست بچه هم اصلاف نکن بچه هم اصلاف نکن همه چیز انده اصلاف گفتن گره شاید که همون اصلاف نکردن مجبوریتش اصراف حرامش شاید که همون قلب فرزند بودرد ضرور مانده اصراف نعوذ بالله حرام بودن ایدانه اصراف چیزا فرزند ها حرام صفتنده خدای غضبش میومدگی منزل در اساس این اصراف بوده گری خود یک تنبیه دامندگی روز قیامت این نوتورو کردی گفتگی یک تنبیه بشنوی و خلاص گفتگی غایه فرزند ها دواده شدید برادر اونت اصراف بشد جواب میتی پلت اصراف بشد جواب میتی نعمت هایی که تو برباد تاسوی اصراف شداست حرام شداست این بر جواب ده نمیتونی گفتگی نصیحت رساندن مدر خورده ناپاک کردن اسلام غیر مسلمان ها گفته چقور است مدنیت معاملان ده فعلش رو بزرگ نیمان مدنیت معاملان ده مدنیت ترقیاتان ده الله اصراف نکن فاکیزن نگه دار گفتگی حکم قبلن چقور است ما حد خدا را استاده بعض حدهای خدا را غیران کرده حالی هم از یک نمی عرضگی گرداب برامان تنصیب گرداب و متعرضگی ما فقط پس به بردنش اون پس بگیم نمیشه که فعل اطوارهای برآورده نمیشه که رفاقتهای برآورده حوای محاکمه کرده پدران ما گذاشت بابا ما گذاشت ما گذاشتیم همون محاکمه فرزندان میرسیم انا میخیر از بیهوده چیزهای از محاکمش خدا داشته حد خدا رو دانسته اسراف از حرام دوره موکن ندانستم باید داشته تانسیم گفته خدا مویا عدل کنمو خدا مونده
جا کرده فرزند ها رسانه فرزند ها حرام دیگه شرطانه من به اعتبار میدیم که خدا اصلا چشم هم اخلاق مکشد می زنک عادتا از طرف مردک مهر صفتا طلا دادن شرط حاضر وقتنده یا دیتا زنک عربش می از طرف زنک هم مردک طلا بده است زنک که از طرفش مردک با طلای هدیه کردنش تیم زنک دیده چه خبر چیزی طلا برای مرد حرام یا که مسلمان نه یا که مردان نه خوب باشه گتگی انسان ها فروخته بده تو یا گرانتی تو و دوم کام که مردها را الله طلای حرام کرد افسوس که همیشه دنیا بوده است لیکن مهر صفتنده طلا زنک با اگر زنها بدانستن قدرشون حوزه مردها زنگتن نمیتونستن زنک با تو یک قیمتاره تو یک جولت طلا دادم به پرسیدن مهرش با افسوس که همون یک جول طلای پلشه دخترک پسر بکا مسوس خودی مهر دخترک پسر بکا مسوس به همه خود چیزی چور آمسوس اگر هوای طلا برکشیم همه قد طلو شود دمک دونیم که مردها ما به همه قد طلو کتی زنگ سوده است به همه قد مهر بگری کتی زنگ سوده است چرا حل کدو حل کن تو حضم تو لیکن من گفتگیم به روز قیامت نگفتگیم به جواب دادم من میگم خب نام مردکو نه خب دون اگر خب نشیطان چونکه روز قیامت الله دیرتش بگه بین مدخشم های آخرین حدیث رسول الله میگه الله میگفته است پیغمبر خدا صفات داده به هر کسی صفات میکنیم استعوذ بالله و انک لعلی خلق عظیم یعنی پیغمبر خدا الله صفات داده شما تپه خلق بزرگنده گرفت یعنی خلق شما بزرگ است چه الله پیغمبر خدا علمتون بلند شما خدا ترسید نگفت خلقتون بزرگ گفت نعمت الله به درکارش الله به قزقش پیغمبر خدا خلق شما بلندش بست آداب شما بلندش بست demek مومن ها به آداب چطانند مثل فعل پیغمبر فعل را به خود کسبتانند مثل خلق پیغمبر خلق را به خود کسبتانند میبرید انشاءالله الله گفتگی جواب ما بدیم الله ندارده که اگر ما نه فعل ما نه معامله ما نه شکل ما خیلی بدونش ما منفعت نمیکرد عمل ما نسبی شکل ما در نزد الله یکفر چونکه عمل کتی ایمان یک جای باشه ایمان ما با شکل ما در این فعل ما نشان دانتون میگری از الله همون منزل پرسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى پروردگارا سید العیون با این مبارک منزل مبارک نشدیم دعا میکنیم دعاهای اجابت کردنی اولا گفته که زمای خدا ما عمل کردن و نصیب کنیم پروردگارا از قلب ما محبت دنیا بداری پروردگارا جماعت و جمعه و آمدن پروردگارا روز قیامت جماعت نزدن پروردگارا جمع کنیم بسیار سبب های دنیا خواه بکسری و دیگر سبب های دنیا جماعت با الله نصیب نکرد هوای انسان ها ما غم میخورم هوای انسان ها دعا میکنم هوای پروردگار هوای انسان ها جماعت نصیب کنیم الها پروردگارا مسجد عبادت نشست
غایبانه حاضرانه احسان پرسیدن خود قبول کنید. غایبانه حاضرانه دعاها پرسیدن پروردگارا همون انسان‌های دعا پرسیدن انسان‌های دعاهاشون خود جواب دادنی. وصلی آخر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك.